باور بکنی یا نه یه زمانی اینترنت انقدر کند بود که میخواستی عکس بکنی میرفتی چاییتو دم میکردی برمیگشتی میدیدی هنوز وا نشده. البته تو ایران هنوزم اینترنت خیلی کنده، ولی حالا اسپیس ایکس داره با ماهواره اینترنت میده به ملت. اسمش هم گذاشته استارلینک. دیگه لازم نیست دنبال وای فای بگردی، فقط کافیه آسمون بالا سرت باشه. امروز میخوایم ببینیم استارلینک چه خوبی‌ها و بدیایی داره و اصلا تو ایران کار میکنه یا نه. خب دوستان، استارلینک هدفش اینه که با کلی ماهواره کوچیک اینترنت رو برسونه همه جای کره زمین. چه وسط کویر باشی، چه بالای کوه، چه روی دریا، هیچ فرقی نمیکنه. دیگه خبری از فیبر نوری و کابل زیر دریا و کابل‌کشی از این قاره به اون قاره هم نیست. مستقیم از فضا میاد تو گوشی. استارلینک کلی ماهواره توی مدار پایین زمین فرستاده که فقط حدود 500 تا 600 کیلومتر با ما فاصله دارن. اینا با هم شبکه‌ای درست کردن که دیتا رو از زمین میگیرن، از ماهواره به ماهواره دیگه پاس میدن، آخرش هم میفرستن تو خونه‌های مردم. سرعت تا 200 مگابیت بر ثانیه. یعنی فیلم رو پلی میکنی بدون قطعی میبینی یا دانلودش میکنی. پینگش هم خیلی کمتره، پس برای گیمرها بهشته. خب بریم سر اصل مطلب، خوبی‌ها و بدیاش. خوبیاش اینه که اینترنت همه جا هست و دیگه لازم نیست دنبال آنتن بگردی. سرعتش هم بالاست و تأخیرش هم کمه. نصبش هم راحته، فقط دیشو میذاری و وصل میشی و تمام. ولی همیشه یه ولی هست. بدیاش اینه که قیمتش فعلا گرونه، مخصوصا برای ما که با دلار سر و کار داریم. دلار هم که فعلا میتازونه. دوما باید دید مستقیم داشته باشی به آسمون. یعنی اگه وسط ساختمونا باشی یا سقفت فلزی باشه سیگنال نداری. تازه هنوز تو همه کشورها فعال نیست، مخصوصا ایران. البته به صورت رسمی فعال نیست. استارلینک تو خیلی از کشورها هم فعاله، مثل آمریکا، اروپا، ژاپن، استرالیا. ایلان ماسک چند باری گفته که میخوام اینترنت آزاد برای همه بفرستم. اگه همه چی طبق برنامه جلو بره، قرار استارلینک تا چند سال دیگه بیش از 40,000 ماهواره بفرسته فضا. یعنی آسمون شب پر از نقطه‌های نورانی میشه. بعضی دانشمندا گفتن این باعث آلودگی نوری میشه، ولی ماسک گفته نگران نباشین، ما خوشگل‌ترش میکنیم. آیندهش میتونه زندگی تو مناطق دورافتاده رو عوض کنه. آموزش، تجارت، ارتباطات، همه چی راحت‌تر میشه. اگه یه روزی استارلینک بیاد ایران، من اولین کاری که میکنم آپدیت ویندوزمه که از پارسال مونده. خب پروژه اینترنت استارلینک داره با سرعت رشد میکنه. این پروژه به نفع کاربرای عادی مثل من و شماست، ولی به قیمت تهدید جدی برای اپراتورهای زمینی و شبکه‌های مخابراتی سنتیه. این تغییرات به نظرتون چه تأثیری روی اپراتورهایی مثل ورایزون، AT&T و شبکه‌های ملی کشورها مثل ایرانسل و همراه اول خودمون داره؟ این اپراتورها از همون اول کلی زیرساخت و شبکه فیبر نوری و دکل‌های مخابراتی درست کردن که ارزش بازار یا مارکت کپشون بالای 2.5 تریلیون دلاره. حالا با ورود اینترنت هایی مثل استارلینک چالش‌های بزرگی براشون به وجود میاد. البته خیلی از کارشناسا معتقدن که استارلینک در نهایت نقش مکمل رو در کنار بقیه شبکه‌ها بازی میکنه. به نظر شما آینده این موضوع چی میشه؟ اینترنت ماهواره‌ای میتونه بازارهای جهانی رو به هم بریزه؟ خوشحال میشم نظراتتون رو برام بنویسید. ممنون که تا اینجا با من بودین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. مخلص.